شد. اینم نشونتون بدم. خیلی قشنگ شد. خیلی حال کردمش. همه اینایی که اینجا عتیق است. نه خیر عزیزم. چی گفتی؟ آدم از یک تا 10 چند تا گفتن 12 خیلی راه بود. میگم آه اینم بیرون بدون این شکلیه که یکم از این میذاری یکم از این لقمه شما آماده است با پیاز. لیمو ترش من نداشتم. چرا به شما لیمو ترش داده به من نداده؟ مرسی داشتم مردم بذار مرسی. هلو باشید خانم نفتی نشین باشید بایی خوش آمدید باشید بای بای بای. بریم رو برو. اینجا اون طرف چرا هرش میکنم چی میگی؟ بگو هیچ جا سخت نداره بابایی زیر بارون خیست چیه عزیزم. بچه هم ما داریم توی گیاسباد میمیریم توی هم نزد بچه ها ما مردیم بچه ها ما داریم ما پریروز رفتیم میدون رو خرید کردیم و دیروز از صبح تا شب تا آخر شب خونه عمومون بودیم و اصلا نخ نشد که من ویدیو اینا رو بگیرم. الان این قیافه من خوب داره به خاطر اینکه مامانم بیدار کرده گفته ویدیو تو بگیر اینا تو آشپز هست میخوام مرتبش کنم سر موادم میشم نشون بدم بعد مامان اینا رو مرتب کنم میتونم دوباره بعدش بخوام حالا کارم نمیبره که ولی اینم اینجا تخت مامان بابام بوده یعنی کلا اتاق واسه مامان بابام بوده ما اون طرف بودیم بعد الان مامان تختشون رو بردن اون طرف ما اومدیم این طرف و این واسه اونه و دیگه نکردنش یعنی بالای تختشون بوده تخت اونا اینجا
اینجا بوده. اینو زده بودم روی دیوار. بعد دیگه اینو نکردم. انشالله خیلی باش کاری نداشته باشین دیگه. بذاریم باید چیز خوشی خریدیم که اول رو بتونیم نشون بدم. ستر خریدیم، پودر ستر و پودر حنا. یه پاکت حنا خیلی خوشگله. این پاکت حنا خیلی بو میده، انگار که وسط حنا بندون. این هم ستر خریدیم که این هم مامانم خریدیم. نمیدونم چی کارش میخواد بکنه، اصلا نمیدونم به چی درد میخوره. بعد چیز آشپزخونه رو بیارم، پول بیبر خریدیم، بعد شوید خشک خریدیم اما خیلی مصرف میکنیم. نمه فلفلی خریدیم. نمه فلفلی خیلی خوشمزه است، از چای سبز خیلی خوشمزه تره، خیلی هم مغذیه، خیلی هم مفیده، خیلی هم باحاله. حتما تانش کنید اگه نخورد. اگه نمیدونید دوست دارید یا نه، ولی از این تی بگاشو بگیرید. تی بگش هم میتونم بخورید، ولی اگه تی بگش رو خودتون اومد به این شکلی بگیرید. به این شکلی بگیرید هیچ کارش نمیتونید کنید. تی بگش رو میتونید مصرف نکنید. بعد این نعنا خشکه، این تونه خشکه برمانسه. این هم که قیسه گرفتیم را بخوریم. این هم کشمش طلایی پلویه، 2 بسته اسفند، یه دونه ساده، یه دونه از این رنگی ها توشه که نمیدونم چه دردی میخوره و خوشگله. زرشک، توت خشک و ذرت با من میامده. خیلی خوبه، خیلی هم چسبه، خیلی هم سیر میکنه، خیلی هم خوشمزه است. خوبه دیگه. ذرت مثل ذرت باشه. ذرت باشه. تخمه اعتیاد داریم که اسمش اعتیاد نیست، ولی ما اسم اعتیاد رو گذاشتیم روش بخاطر اینکه اعتیاد آمده. اسمش هم من درآوردیم، اسممون هم من درآوردیم. بعد تخمه ژاپنی داریم، گردو داریم و بادام. از اینها گرفتم که بعد تشریف بیارید با هم تستشون کنیم ببینیم باحاله. یه دونه من سیاهاشو گرفته بودم از کاسیر، از آرشمان گرفته بودم. خیلی خوب بود، یعنی قشنگ میذاشتی احساس خنکی میکردی، بعد قشنگ دماغتو شفاف میکرد، انگار آینه بود. حالا نمیدونم اینم به همون خوبیه یا نه، اینا رو امتحان نکرد، ولی اون مشکی تکا کلن یه ساش هست، اون خیلی خوبه. اگه اونها جدیدیم بگیریم، من استفاده کردم کنم ندارم عکسشو که بذارم اینم کدوم مارک بوده. واسه این موجه خریدیم. حالا بگید چسب موجه خریدیم، موجه ریسته خریدیم و از این پنسمنسا خریدیم به خاطر اینکه بنده میخوام برای مامانم موجه بذارم. آیا میدونیم خوب میشه یا نه دیگه اونم فیلم میشن. ماچ ها خریدیم به خاطر کم بوده ماچ در روز. اگر که ماچ کافی دریافت نمی کنید بچش ماچو بخورید. توصیه جدید ملت. روغن بادام شیرین داریم اینجا، روغن نارگیل. این فقط مال منه. این روغن بادام شیرین و بادام تلخ و مامانم خریدم که اصلا نمیدونم به چه دردی میخوره، ولی نارگیل رو میدونم. نارگیل بر همه جا خوبه، برای همه چی خوبه. نرم میکنه، براق میکنه، شفاف میکنه، به پوستتون میتونید بزنید، به موتون میتونید بزنید، حتی روغن نارگیل خوراکی باشه میتونید بخورید. کلا خیلی خوبه. میکردم مداد مادرم خریدن، کالایس هست مارکش برن. یکی داری میخندی به من داری میخواد تو یواش گوش بده، تو فیلم وایست نیفته. مارک کالایس هست، شماره 36. بدن رنگش هم بهتون نشون بدم. این رنگش من گان بدون مدد. خب بعد چیز خریدم من اسمش انگشتر خریدم که اینجا نیست بهتون نشون بدم و لباس دیرم خریدیم که کلا اینجا باشم نمیتونم بهتون نشون بدم. این هم مامانم خریده، خیلی خوشگله، رو سر خودش خیلی خوشگل کرده. میشه قشنگه، خیلی قشنگ میشه، شواهر قشنگه. مامان جان رو میبرم که مبارکه.